حبیب الله قانی شهردار شهر شبرغان میگوید آنها این کمپاین را به خاطر سرسبزی شهر و جلوگیری از آلودگی‌ها با حضور مقام‌های محلی، رؤسای ادارات دولتی و باشندگان این ولایت را اندازی نمودند. شهردار شهر شبرغان از شهروندان این ولایت خواست تا در حفظ و نگهداری نهال‌های قرض شده با اداره شهرداری و محیط زیست همکار باشند. به خود شهروالی مد نظر گرفتیم که باید ما در داخل شهر کوچه ها، سرکای عمومی، پس کوچه ها یا هر جایی که سرسبزی هستند در اونجا ما اقدام جدی را داریم که اون نال ها را بشانیم. عرصه حفاظت و مراقبت اقدام های جدی را داریم، اما لیکن از شهروندای خودم یک خواهش را داریم که باید در قبال محافظتشان اینها یک جدیت داشته باشند، اینها به همراه ما همکار باشه، به همراه شهروالی و خودشان یک فرهنگ شهرنشین یک نشان بدن. مسئولین در ریاست حفاظت از محیط زیست جوزجان میگویند جلوگیری از آلودگی آب و هوا از جمله دغدغه‌های بزرگ جهان است. آنها میخواهند تا با غرس نهال‌ها از آلودگی جلوگیری نمایند. و اضافه کرد قرار است در این کمپاین از سوی ادارات دولتی و نهادهای همکار بیشتر از 10,000 اصل نهال غرس شود. دایم انشالله در سطح شهر و محلات غرس میشه. انشالله ما کوشش داریم که دیگه ارگان هایی که کندک است و نظامی و ملکی اونها را انشالله ما آگاهی دادیم. اونها انشالله مساجد، مکاتب، هر جایی که باشه انشالله نهال غرس میکنه. همه اقشار مختلف جامعه درخواستی ریاست حفاظت محیط زیست جوزجان این است که باید نهال غرس نمودن، نهال یا شاندن نهال مشکل نیست، آسان است، اما مراقبت نهال مهم است. همه اقشار مختلف جامعه تقاضا این است که باید نهال مراقبت بکنند. در همین حال محمد عاصم یک تن از باشنده های شهر شبرغان میگوید آنها در حفظ و نگهداری نهال های غرس شده با ریاست های مربوطه همکار هستند و از دیگران نیز میخواهند تا در خانه هایشان نیز نهال غرس نمایند. ما واقعا خرسند هستم که امروز فرهنگ نهالشانی در ولایت برگزار میشه و از اینکه نهالایی را که شانده شده میبینم واقعا خرسند میشم که چند سال بعد اینا به ثمر میرسه و جامعه هر کدام از اینا به حساب یک محیط را ایجاد میکنه که یک زنده جان نفسش اکسیژنش برسانه. دیگه خوشحال بایستم که اینا همچنان ناجوای است که هم در فصل زمستان هم در بهار یک رقم سرسبز میباشه. مردم 90% مسئول مردم است، چون که از این راه تیر میشن، از هزارها مردم از این راه گذر میکنه دیگه میکنه. به خاطر از این همه مردم مسئول از هر شهروند در قبال همین ولایتش مسئولیت پذیر باید باشه. کمپاین نهالشانی همه ساله در ولایت جوزجان تطبیق می شود که در کمپاین همه ساله 10,000 نهال غرس می شود، اما نسبت کمبود آبهای زراعتی اکثر این نهالها خشک می شود. قمرالدین پویا عزیز، رادیو حریت، ولایت جوزجان.